نویرهای خسروتی ما اگر به شما بلیط های اسمالیات در کار باشه مرحمت به واتساپ اویاکس شانوزه زنگ زنید. بلیط هاشون هم ارزانه یا هم باوریناک. وای بابی جانومه، وای بابی جانومه، کاش که گپاتو گوش میکردم. وای بابی جان، کاش که نصیحت گوش میکردم. این نه آخی هولی اول تو یادش بگی یادش. حمید دتا گفتم که دتا نه ده مازی دت نمیدون این نه یکتش. دتا زورای بود یک تا دیرشا جان نگاه کو بوی مرگن نگاه کو. کاش که نصیحت گوش میکردم. ای بوی مرگن ای گیره خودش با خودش گاوز دیسای. گیره کدیسای ای با فکرم قطعی کامپیوتر جان چیده چی. گیره کدیسای بخدا. بیو دیشا بیو. بابی بوی مرگن او بوی مرگن او تینجه خودت بخودت گاوز دیسی خواتر کریمونا. آخه بگم که کاش که نصیحتی بابی ما گوش میکردم. او این بابی چی نصیحت کرده بود؟ آخه ما گوش نکردم. ای کجا میدونم که چی نصیحت کرده بود. خیلی شما بین خودتون چی رزبار کردیسین؟ انا اومدی گم بابی جان خودت آدمی تجربه دیدم. خیلی 3 سال رفتگی خیلی. آدمی میفهمیدگی ها همین ما گفتیسم 2 تا زن میگیرم یک بارا. انا اخی سادی میگه که نه یاتا همین میگم اکا بابی جان یک زن بگیریم یا 2 تا. 2 تا چو یاتنه دوتا. وقتی که یه زن داشته باشی او زنک هر روز قطعی جنگ جنجال میکنه. راست. فهمیدی؟ راست دوتا چی؟ داشته باشی چی؟ انا 2 زن داشته باشی هر 2 زنک برای تو جنگ میکنن. کله ها رو کار فرموین به کله ها. سلام علیکم دوستان عزیز مردم شرفمند تاجیکستان. عین حال ما در مصر قرار داریم. بله اول ایگیپی یعنی که شهر کهنه در اینجا تمام نمودی ها بابی جان چیه در اینجا؟ در این شهری قدیمه در شهری کنه با ایجور توریستا کو ایستاری گورد میگفتیم. در این ایستاری گورد همه محصولات دستی انانهای ملی شونه ساخته و فروختن میگرفتیم. اگه ایروی خودمون گرفتیم. ایجی بیا لبای بابی جان من نیروهای خسروتی ما فخری باباش. گوش کنین من همین روز پیساکم گرفتگیم همین قدر شدریم که شما پرست بگن که همین شهر مصر همین ایستاری گورا چی بخرمتونه بگین چیه در کارتونه میخرمتونه بگین چیزی بگه میگیری بابی؟ چیزی که دیتا کشیده سه بگین میخرمتونه. اکا گوشکا گابای نخمون شطور دیدی سفیده بگو بابی ما همین رو بگیره بگو با خود کلانتری گفتنی نمیگم همین شطوری سفیده بگیره کو همین قشلاق دا میشنیم ایسمره میشکنه دوره گاوزن بابی جان بابی جان اون همون شتری سفیده کو اون شطوری سفیده همون رو نمیخری تاجیکستان ببره. آها بابی خاکه شطوری سفیده میگیرم شطور میبریم سعدی جون لبای دلشاد جون لبای بابی جان در همین خودمان یک مقال قدیمی ملیه همین یکم بار شما شنیدگی هستین. اول شما میگم شما تکرار کنین که در خودمان میگن که شطوری سفید دیدی؟ نه ای بچه آخه که ندیده باشین من شما ده چه خیلی بخارم شد. بابی جان اخلا بیا بشینونم بابی اشتر به چمن در بلندی چشمانی شطور قرطی قندی. اشتر به چمن در بلندی بینی شطور فیشندی. بابی لبای چی خبر آمده این بلندی را؟ ای باش خیلی توقع میشینده بابی
خیلی کتایس کردم خویل کردید خویل کردید ما خطا گفتم بابی لبای جو ما دا شتر بخار کتی اگه سعادی خودت نکم ششتی شتر دا شتر دوستان سواری عزیز همه رو خویل کرد ما رو کیدت کرد شتر سواری رو یاد بگیرن انا که نویروهای خوشروکوی ما جوروهای عزیزی ما دیل شد جان دوستی عزیزم سعدی جان دیگه بابی جان. دوستای ما کیان دیگه شماین هم نویروهامین هم دوستامین رحمت بابی جان انا که ما 73 سال پیش بچم یک دختره که دوست می داشتم یک دختره که دوست می داشتم خب هر روز می گفتم که انا همین روز سری دیل ما ویدو میکشم گپ میزنم که ما تو را دوست میدارم نیکه میگفتم نیخه بیا پگاه بدون اکا اون روز غیرت نمیکردم همین خیل 73 سال شد که ما حاضرم ویدو گپ نزدم نیکه انا همین روز یک قرار ادامه میدم که میرم گپ میزنم که ما تو را دوست میدارم بابی جان ما فهمیدم کی رو گفته سی تو ویدو میشناسی انا همین روز میرم مقصد دیل ما گپ میزنم شخ ای بابی جان لبای. خب تو روش نگو چونو میگفتم؟ آخی وای اوژه 16 گودک دارم واه به شرفه بابی جان لبای خیلی خودت آدمی تجربه دیده خودت آدمی 30 سال رفتگی یکی نیم شیره بخی میفهمیده همه درباره زن کمتر گوزن بابی جان زن کمتر اگه درباره معجزه آه. زن اگر آتش نمیشد آها. خام میمونده ما بله. نارسیده نرسیدم نارسیده نارسیده خیلی خلاصه که زن این خودش پرابلم ایده آخی پرابلم پرابلما بابی جان لبای همه پرابلما همه خمه فورم باور کن سعدی جان لبای. این دل شده بی ولی ندیده ایده آخی ندیده نمیدونه بابی جان لبای. دیل شد راست میگه چوه آخی من میخوام که یه پرابلم دیگه هم داشته باشم عفوا تاجیکستان باپش بامی